چی شده؟ هفته بعد عروسی دعوت شدیم. عروسی کی؟ عروسی نوه خاله عمه بابام دعوت شدیم. ای وای، من ایرپاد چی بذارم؟ من ایرپاد ندارم. بابا این همه ایرپاد یکشو بزن دیگه. به تو ربطی نداره. من چی کار کنم؟ همه فامیلات ایرپادهای منو دیدن. حالا کی یادشه تو چه ایرپادی گذاشتی؟ حالا اون ایرپادی که اون هفته خریدیمو بذار. چی میگی خانم؟ شوهر عمت هفته قبل دیده ایرپاد منو، اگه الان ببینه میگه چقدر زنش بی‌عرضه است، چقدر اینا بدبختن، چقدر اینا بیچارن. ای خدا. خیلی خوب، حالا با سمت مایی هم مراسم شد و تو داستان درست کردی؟ باشه ناراحتی من نمیام، شما برو. باشه یه دونه برات میخرم. خب عزیزم، میخوام این ساعت با این ایرپاد جدید باشه، فقط میخوام این دوتا ست باشه. چی باشه؟ ست باشه.